دانشگاه چشمانداز پارس. جستجوهای ما در اینترنت هیچ نتیجه‌ای ندارد. دانشگاهی به این نام پیدا نمی‌شود. برای اطمینان بیشتر به سامانه شناسه ملی ثبت اشخاص حقوق کشور مراجعه می‌کنم. مشخصات همه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات ثبت شده دولتی و غیر دولتی و به طور کلی همه اشخاص حقوق کشور در این سامانه وجود دارد. ملاک اعتبار هر مؤسسه و یا شرکتی وجود اطلاعات آن در سامانه شناسه ملی است. هیچ مؤسسه آموزش عالی و یا دانشگاهی به نام چشمانداز پارس در این سامانه ثبت نشده. به روزنامه رسمی کل کشور مراجعه می‌کنم. روزنامه‌ای که آگهی تأسیس هر شرکت، مؤسسه و یا دانشگاهی در آن ثبت شده، اما باز هم نامی از دانشگاه چشمانداز پارس وجود ندارد. با وزارت علوم تماس می‌گیرم و از آنها می‌خواهم فهرست کلی دانشگاه دولتی و غیر دولتی در ایران را در